طریق بون طرف دگه ببر بده یک سطله هم بده دگه برو تو جنگل یک ذره چوب بیار بر ما چوب نداریم. خب مادر جان اینه رفت فقط در 10 دقیقه چوب میاره. رفتم مادر خداحافظ. خداحافظ. از کی نجات بکن؟ ها؟ چی کمک کنم؟ هیچ کمک نکن. همین چی باید دسترم بالا بکن. خب چرا چیغ میزدی؟ اگر من چیغ نمیزدم تو چی رقم اینجا می اومدی؟ های های چی دختری بود بهش دیگه قریه نیده بودم شاید نو آمده باشه مادر جان جاستی مادر وای بچه ماماده مادر جان خبر شدم که مریض شده بودی اونجا خوب است مالش خوب است از بیشتر زیاد خوب شدیم پشتت بسیار دق شده بود خودتان خوب هستی بخیر آمدید در سالم بخیر خلاص شدید بخیر آمدید این طرف بالا این طرفش این طرف بالا اینجا میشه اینجا بالا خوب هستی دیگه شکر بخیر آمدید در سالم خلاص شدید در سال بخیر خلاص شد دیگه بخیر خلاص چیزی دیگه مرا متقاعد
بچه‌م خیلی بشی که من برم چای بیارم برات. سعیس مادر جان اونجا دیگه بچه‌م دیگه نه جان مادر چای گرم. مادر جان چی گپ باز خوشلا خیر دیگه گپی نیست آرام بارو. چی داستان خانه خیرتی است بخیر باشی بخیر باشی. چی گپا بود طرف مسافریت چی گپا بود؟ بخیر تیر شد دیگه درسا مشکل بود مثلا درسا رو بخیر خلاص کردی امتحان خلاص. امتحان بخیر خلاص کردم امتحان خلاص کردم آمدم خب مادر جانم لالایم کجاست؟ لالا پایان از طرف جنگل. چی میکنه جنگل؟ یه ذره چوب نداشتیم چوب میاد. ها؟ ما میرم پیشش که پیشش دخل شدیم 4 سال شده که پیشی چای دقیقه خوب باز میاد تو وقتا. بعد قصه چای نشم دارم تیست شب میکنم میرم میبینم صحیح. در 3 سال قریه چقدر تغییر کرده چی درخت های چی باغ های سابق بی رقم نبود کاملا پیش من بیا که چند قطع عکس یادگاری بگیرم در دوستایم ببرم دختری معقول نه قریه از کجا شد چقدر معقول بیا که قطع عکسی رو بگیرم هارون جان بله چی گپا بود داشار؟ آرامی بود خیر و خیر درس‌ها چطور تیر میشه؟ درس‌ها خوب تیر میشه سال آخرم هست سال بخیر فارغ میشه کدام دختر خود از زندگیت نامده؟ نه فعلا این تو گپ نیست خیر از زندگی تو رو چی میکنی که زندگی خودم آورد کرد؟ چرا چی گپ شده زندگی به این قریه من یک دختر دوست دارم اینقدر دوست دارم میگم زندگی من زندگی صباح بخیر ما همراه مادرم وعده کردیم که عکسش برش نشان میکنم حالا عکسش پیشتر عکسش پیش ماست خب دما نشان بده نه ما عکس اول در مادرم نشان میکنم اگه او خوش کرده چی من میشه یک دفعه خاص تمام برد میگم بگو در قریه یک دختر هست نمیشناسم که دختری کی است ما در کامره ما عکسش گرفتیم بسیار یک دختر مقبول بسیار زیبا ما عکسش سبا در مادرم نشان میکنم میخوایم که همراه شادی خیر گپ از این کدام خوب گپ است گپ از این قرار است که اگر من از تو را عکس تو را اگر خوش کرد آروچی تو را میکنم اگر عکس مرا خوش کرد آروچی ما اول میشه چقدر خوب وقت رسید تمام شو آمد رئیس من چه رقمی را بگم که من دوست دارم آن افتریدگان پیش بیان برش میگم چشم خود خود کردم میگم دمت رو دوست آمد ما مجرد اسم تو آرسی نکردیم من تو رو دوست دارم میخوایم امروز تو آرسی کنم اگر تو راضی هستی مادرم من رضا کنم اگر مادرم رضا است مادر تو رضا میکنم مادر تو اگر رضا است ملا رضا میکنم اگر ملا رضا شد کل مردم خرید رضا میکنم که نان بتونم نکاح کنم آرسی کنم گپم هم نشونید
چه شدی؟ با چی را دیدی؟ ایت خود از درخت انداختی؟ شدی شکار گله دیدیم گله به جنگل گل از کجا آمد؟ وا تشنه من؟ یا کجا میبره؟ بچه ها همین ساعه خالیست همین شکار دست ما نره همین فضلو هم راست میگه بریم که لقمه تیار است همین یک کلام تای دیگه از پیش ما نکنه آن از رجان بریم یاوا کجا میبری تو دیگه تشنه و ما نمیفهمم میاوا تو بکی میبری تشنگی ما را خرافه کو ببین آب در ترمز ما تشنه لبان میگردیم یار در پیشروی ما کجا میره اینا خدا داده دیگه بلا میدان است که ما آوا خمان بچه ها آوا میبانم اگم در یار تشنگی ما رفا نمیشه این تو میشه نصرو بخی ترموز در پای خورد ولی زخم در دل ماند چیزش میگن در اینجا نمیمانمش نمانه برو بچه اگر زندگی میخوایی این را برای ما علابته تو از اینجا دور برو اگر زندگی نمیخوایی تو را ما اینجا کشته شکار خود به دست میاریم افغانا با آسانی کس پناه نمیته وقتی که پناه بته او را عزت و آبروی خود فکر کنه در آغوش خود میگیره مثل که سرت بوی قرمه میته وقتی که من چادر از اون از خود کردم خودشم از خود میکنم آدمی که غرور داشته باشه و غیرت داشته باشه و هیچ وقت سر سیاست را لچ نمیکنه تو مرا نشناختی امروز که چادرش انداختم فردا خودش در گردنم بندازم بفهم همین ذره نمیاد زیاد گپ چیست پیسه میخوایی که بتوید دور وای لاکو ببخشی امروز در خانه ما پناه آورده جانم میتونم مایی را به پول یا به زور به دست شما درنده نمیتونم او باشا ما حوصله ندارم میگه نمیونه پیشش برم که من تو رو کافانه برم
کاکا غلام این بچه های دمرای دختر دلاوره گرفتن و اکرم دختره که فوتبال. هی هی این سگ ما تربیه کردم به فرمان ما شد و این حرامی اولادای خوده هر چی گفتم به گپ ما نشدن نالایق با اون که بیاین ما خیلی کار دارم. خیلی ببینی بچه کاکا برو پشت کارت. نمه دو چکرامه بیجا. چی؟ ما رو میگی؟ بله ها شما رو میگم جناب صاحب بیجا. بگو باز چی گپ است که قضاوت خراب است؟ کار نشو عادت پدرم است. کجاست ورامی دیگه تان؟ ولی او پدر همین کدام ما برای خدا و رسول برابر هستیم کو باشه. ولی ما چی میفهمیم کو روز کجا میره شب کجا میره تو از ما پرسان میکنی. پدر ترا هر سال دیده میتونیم بانک که چهار تا جوان بگردیم بفهمیم که در دنیا چی گپ است. میفهمین؟ این چیست؟ او بچه این رو ببین فقط حال ما اشتی کسته حال سگ هستی که پدر ما دمار شد دارید که چی است؟ از ما تو که سگ خوب نوازش میته. میفهمین؟ گیره ما چرا نگاه کردیم؟ این دیگه چی گفت است؟ پدر تو سگ باز هستی سگ نگاه کردی دیگه ما چی؟ ما رو چی؟ میفهمین؟ گیره ما چرا نگاه کردیم؟ که به خاطر یک لقمه نان خشک سالا با وفاداریش در دان دروازه جان میده و شما بیشرفا مکتب نخوندی ملا نخوندی نه کوباز هستم نه سگ باز. این من نگاه کردیم که از وفاداری از این شما یک ذره عقل تکلیتان بیاید. آلی او پدر آلی ما را چی نمی؟ راست میگه سگ نگاه میکنی گاو نگاه میکنی خر نگاه میکنی نگاه میکنی پشک نگاه میکنی ما را چی؟ آلی نبگو آلی می آدمی خورترکی که ما را ادب ندادی امی یک نیاره که قصد نشان میده آدمی خورترکی او سیره میشه وقتی تیری دستک شد راست میگه خد نمیشه آلی ما نمیگه همه هستیم آلی گپایی تا گوشای ما نمیشه نه خدا در سر بده نه ما در سر بده پدر بون یک گپ میزنم ما را حق میکنی قاق میکنی تا دیوار میزنی چی میزنی هیچ پروایی نداری. حساب حرام نکن هی هی قربان می وفای تو که در یک سال تمام وفاداری را اجرا کردی و در 20 سالی به شرفای ایرانیا یک گپی من نگرفتم. نهلت به متر اولاد. نامی تو چیه؟ نام ما چی کار داری؟ من ترا دوست دارم. اما من تو را دوست ندارم. خیر است تو مرا دوست نداری من خود تو را دوست دارم همیشه در قلب ما هستی. اگر من تو را دوست داشته باشم با چی؟ با چی عروسی میکنی؟ راست میگی؟ بله ها ای معجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم ای معجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم بوی تو در آغوش باغ و چمن پیچیده پیچیده آوازه حسن تو در انجمن پیچیده
پیچیده بوی بهارم من بیقرارم ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم ای معجبینم ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم زینت گلشن موج سوسن گل رخسار توست رخسار تو کیف نسیم صبح روشن ابر گلزار توست گلزار تو بوی بهارم من بیقرارم ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم ای معجبینم ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم با شاخ وصل توی مرغ دلم پر میزند پر میزند با یاد رویت سنم کیف تو بر سر میزند سر میزند ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم ای معجبینم ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم ای معجبینم ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم. مادر جان مکس یاروسی خانه را آورده. بابا چه بیار از که تا ببینم گپ دل ما رسدی. اینه مادر آوردم. بیار بخیر. مادر اول تو نشان بده. 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 نه بده من نشان. اول تو نشان بده. اول تو نشان بده. تو نشان بده اول. اول تو نشان بده. من نشان بدم. اینه مادر. دختری هسته کنه چقدر مقبول است چشمانش خیلی چطور خوش است بسیار یک دختری خاندانی است مادر جان پدرش میشناسم مادرش میشناسم کلی خاندار میشه صحیح امیر انتخاب کنی اینمی بیخی دیگه از دور انتخاب تو باشه من میرم همین ساعت میرم صحیح مادر جان صحیح شد صحیح شد ای مادر جان تشکر های های در دنیا کسی را دوست نداشتم نمیخواستم که او را
زندگی چی یارو چی وقتی که فرشته رو دیدم واقعی برام امید پیدا شد که امیرم زندگی خوب میسازم. دلم جای گرفت. چی خبر؟ چی خبر؟ که در دل یارونم کجای گرفت؟ خیر دل خود صبر کده قربانی میتیم با آن که آرون همو رو میگیره لای تا آرون نداره. من یک آدم بی سواد نافام ناخواب از من چجور میشه با آنم آرون هم سواد کده هم درس خوانده هم یک چیز شد با آن که همو زندگی هم میشه دلم از صبر میکنم. همه که صبر کردم همه قدر بس. کشت مرا رفتی قاتل به اجل 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 روز و شب میں نالم ز سودای روز و شب میں نالم ز سودای کجا ببینم روی زیبای کجا ببینم روی زیبای با یک نگاه برده با یک نگاه برده دل و جان من او بچه فکر میکنم که مادم او فکر که هستم تون دم فکر هستی چطور؟ تو چی فهمیده که من در کدام فکر هستم؟ از خاطر که من دم او فکر هستم. خوب او بچه هم یک پیره کوره دیدم هم عکس از او دلم چسبیدگیست هیچ از نظرم پس نمیشه. افسوس افسوس که خودش رفت. کجا رفت؟ همینجاست. او پیرانه این پیره از خود میکنیمش. پس دو باز چی چور زنه رایسته مثل که در فکر کدام شکار هسته. شکار خود زیاد کردیم مگم همون شکاره که او روز از دست ما رفت جگرهای ما را پاره پاره کرده هیچ از دل ما نمیره.
هیچ غم نخورین. گلو که زنده باشه او شکار حتما به دست میه. او گلوگک گپت به آسمان میرسه، اما او رو شکار پشت خطا خورد. ما رو ارماندی ساختی. میفهمی یا نمیفهمی را؟ گلو تا آدم نیست، شکاری که به دست بیاره و از دستش خطا بخوره. حتما ما او روز کدام مجبوریت داشتم. الو گلو ای ما از اون چی کمی داشتیم که اون شکار تاره لقمه تاره از دست ما گرفته بود. بگه بچیم فکرت آرام بساز. یک دم ده یک دم چی دیم تا که من شکارم دوباره دست بیارم ما دیگه سنیشیست چی دارشه خوبا رو بایدلا بشه. شکارت هم دم حلق شیر باشه، گلو زنده باشه. گلو او شکارت از گلون شیر ولت میکشم، مگر هم نام ما گلو نباشه. سنیست هر چی که بری کنی بکن، مگر ما میخواهیم اونا میخواهیم هر قیمتی که باشه. گلو لالا هر چی که باشه تو لالای کلان ما ورستی. او لقمه تار از دم دستمان بود، مگر نوش جان کده نمیتونه. نصیب ما است و میشه تا که ما شما هم دست نباشیم هیچ وقت کارمان را سر نمیگیره. او بچه سعی کنید دو نفر بچه بیوه اون نه او خیسته که دختر دلاور چی بکنه محبت بکنه. ما چوت نیستیم، ما چی کمی داریم. نصرو مرم گلو میگه. گلو سنگ همراه شیشه میشکنانم. مطلع نشنیدی؟ خوشایش بیچی و خرمنش در بته. خواب آرون بچه بیور عده قشلاق حرام میسازم. او بچه بریم اول غم اکرم بخوریم. بچه بیوا استاد شو. شیوا با تیر خود به غم چشیدی. بچه بیوا دو آسمان میپالیدیمت، خدا در زمین داده. یک انسان شریف هیچ وقت ایگه پاره نمیزنه. وقت گلو همی شرافتش چی؟ شرافت چی نمیگه؟ شرافتی نمیره میگه؟ که نه بچه بیوا همراه دختر دلاور محبت عشق. گلو لالا خوابای کسی را که من شب روز میدیدم او را بچه بیوا از خود کده. بچه بیوا با جای تاداب سنگ تو گور میشی. مرگ تو اینجاست. او بچه مویچ نظرت نمیم دیگه. صبر من امتحان نکنه. پیش ازی که ما از دایره انسانیت برایم با جای سنگ در تعداب شما را بانم از دمم کم شد. جای بسیار خاندر. گلو خدا میزنه. گلو را تانوز نشناخته. این شکاره برو زیر چشم کرده بود. زیر چشم کرده بود. بره.
بچه بیوه میگی؟ مرا بچه بیوه میگی؟ و کی بودن که امروز دست اندازی میکرد؟ ها یارو جان بچه همو غلام است همو لچکا؟ اونمو که حدیثش بسیار بطنگ است مردم لالا و خو سگ هستن سگ چرا امروز و جنگ میکنی؟ خدا یارا انصاف بده از بابیشان بابی ما بازار بود از پدرشان پدر ما بازار بود از بچه های ارامیشان ما بازار هستیم لالا قصه و لچکا را چی میکنی؟ من از خود یک چیزی دیگر پرسان میکنم امروز که خودت برام گفته بودی که من عکس از پیش مادرم میبرم اما عکس چی کردی؟ و مادرم تو نشانم میدادی هستن چرا خنده میکنی؟ هارون جان عکس پیش من نبود من از خاطر از این گپ زدم که تو کس دوست داری او را پیش مادرم بیاری نشان بده تا که عروسی تو را بکنم خودت چرا مرا گفتی که هر کس که اول عکس نشان داد و من از خاطر ازی گفتم که در خانه ما یک تن ضرورت است که همین خدمت مادر ما را بکنم چی از من چی از تو خدمت بکار است یعنی تو آمد خدمت مادر ما را میکنم من خب بیایی که ما روسی نمیکنم چرا روسی نمیکنم لالا؟ خب کلان است یا اول اخی خودت است خیلی گپایت کلش دروغ بود که در من گفتی همین تو فکر کن لالا بریم خانه که مادرم شاید آمده باشه از خانه دلاور خان پشت خواستگاری من رفته بود تو برو خانه من جای کار دارم پس من خواهی زود بیا لالا زود خدا خیر مادرت خونه استم پدر فکر کرده یک مشوره بار بشنم پشت فرشته دنباک نزن چرا که او آسما است عشق و محبت میراث پدری کسی نیست ما فرشته را دوست دارم فرشته مرا دوست دارد در بین ما سگار ضرورت نیست که غوغا کنند او بچه بیوه برا سگ گفتی اینو چک سگار سگار ببینه